بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. حتما وقتی چیزی به کسی هدیه دادی یا چیزی در راه خدا دادی، به یک نیازمندی دادی، در دلت احساس سعادت کردی، لذت و شیرینی بخشش رو حتما یه بار هم که شده در زندگی حتما احساس کردی. بله، باید این لذت و شیرینی رو همیشه در زندگیمون پربارترش کنیم. یادمون باشه وقتی ما به کسی انفاق میکنیم، دست فقیر مثل مکانت و جایگاهش مثل مسجده. مسجد جای عبادت نماز، دست فقیر جای عبادت صدقه و زکات. باید چیزی که به فقیر میدیم باید مثل مسجد که برای مسجد بهترین فرش رو میبریم، برای دست فقیر بهترین پول رو بذاریم. نگردیم همون اسکناسی که پاره پوره است اون رو بدیم به فقیر. یا بابا ببخشید من خورد ندارم، یه 10 تومانی دارم، نمیشه خوردش کرد. بهترین رو به فقیر بده. بعضی از خوبان می اومدن چیکار میکردن؟ پولی که میخواستن صدقه بدن روش عطر میزدند، ادکلون میزدن، خوشبو باشه. همونطور که وقتی مسجد میریم عطر و ادکلون میزنی که مسجد خوشبو باشه، به مسجد خوشبویی، به دیگران خوشبویی برسونی. پس میدونی که کرم و سخاوت چقدر ارزش داره. این سیما و نماد یک انسان مؤمن هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید المؤمن غر کریم، مؤمن ساده دل و کریم و سخاوتمند هست. و الفاجر غب لئیم، و فاجر و فاسق آدم مکار و پست و لئیم هست. و انسان کریم این کرمش دلالت بر ایمانش داره، دلالت بر حسن اسلام و فهم درست از اسلام داره، دلالت بر خوشگمانی و نیکگمانیش از خداش داره، باعث کرامت و عزت و آبروی اون در دنیا و آخرت و خوشنامی اون در دنیا و آخرت هست. کریم محبوب و عزیز پیش خدا و همچنین محبوب و عزیز پیش بندگان خدا. دشمنان کریم کمند چون که خیرش به همه میرسه. دلالت داره بر این که این انسان اصالت داره، اصالت خانوادگی داره، عزت نفس داره. دلالت بر اینه که باعث میشه که روابط اجتماعی کریم و آدم سخاوتمند زیاد باشه. و دلالت بر زهد و پارسایی و در اون هست که این انسان دنیا پرستی نیست. و کرم باعث میشه که در زندگی انسان برکت بیاد، زندگیش پر رونق بشه. آیا بعد از همه اینها نمیخوایم کریم باشیم و میدونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودن ان الله کریم یحب الکرم، خداوند کریم هست، سخاوتمند هست، از سخاوت خوشش میاد و انسانهای کریم رو دوست داره. بیاییم با هم سخاوتمند بشیم و دوست خدا.